نام پروردگار خرد و زیبایی. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و دوستان نازنینم در کانال فال شهودی. من شایلین هستم در خدمت شما عزیزان. دوستان عزیزان، قبل از هر چیز خیلی عذرخواهی میکنم به خاطر سر و صدایی که میشنوید، به خاطر ساخت و سازی است که داره انجام میشه و متاسفانه ما باش گرفتار هستیم دیگه. خیلی باید ببخشید دوستان. امروز قراره که با یک فال با کارت های روزانه، کارت های فرشتگان روزانه، پیام فرشتگان رو از کائنات برای امروز شما و کارهایی که باید امروز انجام بدید تا انشالله بر مدار موفقیت و مثبت قرار بگیرید، با این کارت ها شما رو راهنمایی خواهیم کرد. به اضافه فال قهوه که ببینیم چه صحبتهایی برای شما عزیزانم در واقع داره و چه پیام‌هایی رو به شما عزیزان میرسونه. دوستان زیاد وقتتون نگیرم که سر صدا اذیتتون نکنه. لطفا نیت کنید عزیزان دلی که همراه من هستید و تازه دارید با کانال ما در واقع آشنا میشید. من شایلین هستم. در این کانال با نیت سابسکرایبرهای عزیزم انرژی خوانی دارم، انرژی درمانی دارم و همچنین تقنیت به صورت رایگان برای عزیزانی که کانال ما رو سابسکرایب دارن و فالوهای ما رو کامل میبینن، لایک میکنن، کامنت میذارن، براشون ما میگیریم. اگه شما هم دوست داشتید با ما همراه باشید و از انرژی های مثبت استفاده بکنید تا تغییر فرکانس داشته باشید و با به جریان در آوردن انرژی ها انشالله بتونید جذب بالاتری داشته باشید. دوستان گلم، برای اینکه بتونید انرژی فال ها رو جذب کنید و به نیت شما باشه، حتما ویدیوها رو کامل ببینید، لایک کنید، کامنت بذارید، تا جایی که میتونید بنویسید یک جمله تأکیدی مثبت بنویسید. هر چیزی که به ذهنتون اومد، هر چیزی که در لحظه به دلتون اومد. اگر هم جمله تأکیدی نداشتید بنویسید من در مسیر جذب بهترین ها هستم و مطمئنم که خداوند و کائنات به من کمک میکند و درهای خیر و برکت رو برای من باز میکند. اونقدر بنویسید تا خودتون حس و حال خوب بگیرید. وقتی حس و حال خوب گرفتید مطمئن باشید بر اون مدار دارید قرار میگیرید. خب به نام خداوند، به نیت شما سابسکرایبرهای عزیزم و حامیان این کانال. خب عزیزان دلم، پیام روزانه رو هم برای شما عزیزانم نیت میکنم. خیلی ببخشید که من عجله‌ای این کار رو انجام میدم به خاطر سر و صدا هاست دیگه. ببینید که ما چی داریم میکشید. خب با نیت شما عزیزانم کارت روزانه رو هم براتون بکشم. کاپ قهوه، اینم 3 کارت و 4. خدا رو شکر کارتای خیلی خوبی هم داره برای شما دوستان عزیزم میاد. خدا رو شاکرم برای پیام امروز برای شما عزیزان و فال روزانه امروز. بسیار خوب. کمی تأمل میکنیم تا فنجان نقشاش ببنده، برمیگردیم با خوندن فال برای شما عزیزانم. خب ببینیم که کاپ قهوه با ما چه صحبتایی داره امروز. ببینید دوستان، اولین چیزی که برای شما دوست عزیزم دیده میشه، در 2 مسئله دارم براتون میبینم که دلتون حتما روشن خواهد شد. 2 مسئله‌ای که برای شما مهمترین مسائل زندگیتون هست. برای بعضیا ممکنه مسائل مالی یکی از این مسائل باشه. به هر حال چیزی که هست دارم میبینم که غم و غصه‌هاتون برطرف شدن داره و روشن شدن دلتون رو به هم نشون داده. شمعی که در دلتون براتون روشن میشه، یعنی نظری که ادا میشه و اون حاجت روایی که انشالله هر چه زودتر خواهید داشت. اگر که در این ماه حالا یا هر زمانی شما نظری کردید، توسلی کردید، مطمئن باشید که روشن شدن دلتون رو داره به من نشون میده. اگر که برای شریک عاطفی نیت کردید دوست عزیزم،
اگر رقیب داشتی، رقیب از بینتون داره کنار میره و رابطتون داره روشن میشه و دارم میبینم شخصی به سمتت میاد. حالا اگر که کدورتی با کسی داشتی، حالا ممکنه همجنس باشه یا غیر همجنس باشه، از خانواده باشه، عشقت باشه، همسرت باشه، هر کسی باشه، کسی رو میبینم که عشقش رو بهت نشون میده، کاری برات میکنه که ابراز علاقش رو بهت نشون بده و کدورت ها برطرف بشه. اینطور میشه که دلت انشالله روشن خواهد شد. بعضی از عزیزانم رو دارم میبینم توی یک سری مسائلی وقت زیادی گذاشتن و فکر میکنن وقتشون رو تلف کردن، حالا چه تو مسائل عاطفی چه تو مسائل ازدواجی و عشقی. نگران نباش دوست عزیزم، چون همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت. حلقه روشنی که دارم برات میبینم یک ازدواج موفقه، یه عشق موفقه، یا اگر برای کاری، مالی، زندگی هر چیزی نیت کردی، اگه برای زندگی متأهلیت نیت کردی، خب دارم برات موفقیت رو در زندگی متأهلیت میبینم. ولی اینکه خیلی ها شاید از اوایل زندگیت یا حتی همین حالا یک سری آدم فضول توی زندگیت فضولی کرده، زندگیت رو به هم ریخته، یا اینکه تو گوش شوهرت یا همسرت، حالا خانومت یا هر کسی خیلی حرف خوندن. ولی نگران نباش دوست عزیزم، چون چیزی که دارم برات میبینم برطرف شدن تمام این هاست و چه در هر موردی که شما زمان گذاشتی مطمئن باش که نتیجه ای رو که باید بگیری رو میگیری. یک پول خیلی خوب رو دارم ته فنجون برات میبینم که انشالله مشکلاتت رو به زودی حل خواهد کرد. یک راهی رو دارم توی زندگیت میبینم که میخوای بری و یا این که رفتی مشکلاتی رو هم کشیدی، اما این دیگه آخرشه، یعنی رسیدن به نتیجه و اون خورشید خوشبختی برات نزدیکه و تعجب خواهی کرد. مسافرتی هوایی خواهی رفت که فوق‌العاده برات عالی هست، چه به لحاظ کاری داری میری، چه به لحاظ حالا تفریحی داری میری، چه برای عاطفی، مسئله عاطفی، هر کدوم که باشه هیچ فرقی نمیکنه. چیزی که دارم برات میبینم این هستش که رسیدن به مراد رو در پی داره برام. و مورد دیگه‌ای که دارم میبینم قدمی رو برداشتی، قدم بسیار مثبتیه توی زندگیت، و یا اینکه اگر که کسی برات قدمی رو برداشته مطمئن باش این قدم بسیار خوبه. اگر که خواستگاری به درخواست خواستگاری شده، خواستگار داشتی، این میتونه برای شما بسیار عالی باشه دوست عزیزم. مورد دیگه‌ای که دارم میبینم دست هم رو گرفتنه با یک شخصی که دوستش داری که فوق‌العاده شما رو خوشحال خواهد کرد و خیلی خیلی براتون عالی هست. از جانب شخصی که حرف ب یا پ توی حروف اسمش داره و یا به اصطلاح حالا حرف جیم، چه، اینجور حرف ها رو توی حروف اسم یا فامیلش داره، چیزی که دارم میبینم برات موفقیته، چه به لحاظ شغلی باشه چه به لحاظ عاطفی باشه. اگر شریک عاطفیت باشه یا اگر شریک کاریت باشه فرقی نمیکنه. اگر پولی از کسی میخوای بهت برگردونده میشه، حالا ممکنه کسی ازت پولی رو گرفته، مدت زمان زیادی این پول رو به شما برنگردونده، اما مطمئن باش که این پول در جهت رسیدن به شما هست و انشالله هر چه زودتر به شما دوست عزیزم خواهد رسید. موقعیتی برات پیش میاد، موقعیت فوق العاده ایدئالیه در هر زمینه که نیت کردی، تحصیلی باشه، کاری باشه، مهاجرتی باشه یا هر چیزی که دارم برات میبینم موقعیت خیلی عالی هستش که فوق العاده برات خوبه و باید با تدبیر خودت ازش استفاده بکنی. بعضی از عزیزانم رو دارم میبینم که با شریک عاطفیشون رفتارهای خوبی ندارن و یه جورایی انگار که چون که اون طرف رو دارن و بهشون علاقه نشون میده، احساس نشون میده، قدر اون رو نمیدونن. مدتی دارم میبینم کات و جدایی برات میفته و بعد قدر این شخص رو خواهی دونست. اگر الان در وضعیتی قرار داری که یک مقدار رابطت متشنجه، ببین بهت توصیه میکنم سعی کنی دست از رفتارهایی که داری او رو از خود دور میکنی برداری، چون بعدها خواهی فهمید که این موقعیت برای تو چقدر عالی بوده. پس سعی کن که زورت رو به التماس ندی. اگر الان داره باهات خوش رفتاری میکنه، سعی کن که تو هم روی خوش و البته به اندازه روی خوش درست حسابی نشون بدی دوست عزیزم. چیز دیگه ای که دارم برات میبینم یک برداشت خیلی خوب هست که از اون کارت، شغلت، مسیری که رفتی اون برداشت خوب رو داری. حالا مسیر عاطفی حتی ممکنه باشه، یه برداشت خوب، یه نتیجه خوب رو من دارم برات میبینم دوست عزیزم که فوق العاده هست. یک موقعیتی که باید یک امضایی رو بکنی و این امضا خیره و به نفعت انشالله، نگران نباش. حالا این امضا میتونه یک سند و قرارداد کاری یا سند و قرارداد مهاجرتی یا حتی ازدواج و هر چیزی میتونه باشه. علامت تعجبی رو دارم برات میبینم که واقعا
موضوعاتی باعث تعجبت میشه و این تعجب خوشایند، تعجب میکنی و زندگیت روشن میشه که این فوق‌العاده میتونه برات خوب باشه. بعضی از عزیزانم رو میبینم که روی ابرها سیر میکنن، یعنی اینکه یک چیزی رو خیلی بیش از اندازه برای خودشون بزرگ میکنن، چه چیز خیلی خوبی باشه چه چیز خوبی نباشه. اگر داری غم و اندوه تو بزرگ میکنی کار اشتباهی میکنی، چون داری به خودت ضرر میزنی و باعث بیماری میشه برات. ولی اگر که داری دلخوشی ها رو خیلی بزرگ میکنی و از اونها برای خودت یک در واقع یک رویای بزرگ میسازی، سعی کن خیلی با احتیاط پیش بری که بعدها باعث ناراحتی نشه. نمیگم به رویاهات نمیرسی، رسیدن داری، با تلاش خودت، تلاش بسیار نیاز داره، اما سعی کن که آدم حالا رویا پردازی خوبه ولی در یه حد و حدودی خوبه. دوست عزیزم، مورد بعدی که دارم میبینم کسانی که نیت بارداری داشتن یا اینکه دوست دارن بچه دار بشن، ازدواج کنن بچه دار بشن، مطمئن باش که توی طالعت هست. اگر که برای کسانی هم که حالا نیت کردن که حتما یه کاری رو انجام بدن و در واقع تغییر و تحولی توی کارشون انجام بشه، مثلا شما میخوای یه قدمی برداری که کارت بهتر بشه، زندگیت بهتر بشه، من به ثمر نشستن و اون تغییر تحول رو دارم برات میبینم که فوق‌العاده میتونه برات عالی باشه. عده‌ای از شما عزیزانم رو میبینم که صبر و تحملتون خیلی زود سر میاد و استرس های زیادی میکشید و این روی قلب شما داره اثرات مخربی میذاره. مراقب باشید نسبت به این موضوع. جواب بله‌ای رو یا میدید یا میگیرید که فوق‌العاده براتون عالیه. کلید و گشایش زندگیتون که ته فنجانتون افتاده. ببینید بابت یک پولی که میگیری یک گشایش خیلی خوب در کار و زندگیت من دارم میبینم. اگر بر سر یک موضوعی خیلی گریه کردی، اشک ریختی، قصه خوردی، هر چی که از گشایشش برات دوست عزیزم نزدیکه و نگران نباش که فوق‌العاده برات افتاده. مورد دیگری که دارم میبینم نام الله که انشالله کمک حال شما دوست عزیزم خواهد بود. 3 پنجره در زندگیت باز میشه، 3 مورد، 3 پنجره در زندگیت، اون چیزایی که حتی فکرش رو هم شاید نکنی برات باز میشه. شطوری که دارم میبینم برای بعضی از عزیزانم نماد خوششانسی هست، نماد پول هست، شانس خیلی خوبی که داری با همت خودت به دستش میاری. از اسم حسین براتون خبرهای خوب دارم میبینم. اگر نظر امام حسین کردید توی این ماه حتما مطمئن باشین که نظرتون ادا خواهد شد به امید خدا و جای نگرانی نداره. کمی میبینم بعضی از عزیزانم آینه زندگیشون تیره و تار بوده که داره رو به روشنایی میره، چه متأهل هستی چه مجرد هستی. علامت سوالی که توی ذهنت هست برطرف خواهد شد و با یک علامت تعجب برطرف خواهد شد. خب این از فال قهوه شما رو داره نشون میده بر فرکانس عشق و جذب عشق قرار دارید و چیزی که هست اینه که میگه این عشق در زندگی شما باعث میشه که زندگیتون زیباتر بشه و باعث میشه که زندگیتون روی بهتری رو نشون بده. داره بهتون توصیه میکنه که این رو حفظ بکنید. و چیز دیگری که داره نشون میده میگه که از اون عاشقانه هایی که دارید با هر چیزی که باهاش لذت میبرید، حتی مسائل عاطفیتون، میگه این لذت بردن ها باعث میشه که شما زندگیتون روشن بشه، بیداری در زندگیتون ایجاد بشه که فوق‌العاده میتونه عالی باشه. میگه که به خودتون این اجازه رو بدید و جلوی خودتون رو نگیرید از اینکه ابراز علاقه کنید، ابراز عشق کنید به هر چیزی که دوست دارید. یکی ممکنه که به حالا یک آدم باشه، یکی ممکنه که به هر چیزی توی زندگی، به حیوانات باشه، به یک گل باشه. میگه عشق رو در زندگیتون رواج بدید تا زندگیتون رنگ و بوی بهتری بگیره. این توصیه‌ایه که فرشتگان به شما دارن و پیام امروز برای شما دوست عزیزم. داره میگه آرامش نیاز دارید دوست عزیزم. باید سعی کنید در جایی قرار بگیرید که آرامش داشته باشید و در واقع آرامش در روح و جسم شما، در عمیق‌ترین نقطه روح و جسم شما ایجاد بشه. حتی بهتون توصیه کرده که به مسافرت برید یا اینکه کنار دریا، کنار یک اقیانوس تا جایی که ممکنه باشید. این برای شما شفاست از هر نظری توی زندگیتون، برای رفع مشکلاتتون، برای رفع غم و ناراحتی ها، برای رفع بیماری ها، برای اون آرامشی که داری به دنبالش میگردی. داره بهت توصیه میکنه که سعی کن در
در نقطه‌ای قرار بگیری که بهت آرامش بده و بیشتر توصیه کرده اگر بتونی جایی بری که دریا داره، مثل شمال یا جنوب، هر جایی که دوست داری. میگه این میتونه اثرات مطلوبی توی زندگیت بذاره. آرامش، جایی که دور باشی از این شرایط فعلی زندگیت و این میتونه حالت رو بهتر بکنه. دوست عزیزم، شما هر چیزی که بهتون آرامش میده، میگه اینه که میتونه نگرانی های شما رو از بین ببره و حال شما رو بهتر کنه. توصیه شده چون شما در حال حاضر به هم ریختگی هایی داری، ناراحتی هایی داری، غم و غصه هایی که شما رو توی زندگیت بلا تکلیف کرده. سعی کن فاصله بگیر، خودت رو سرگرم کن با چیزهایی که بهشون علاقه‌مند هستی. این میتونه تمام مشکلات شما رو دوست عزیزم برطرف بکنه. چیز دیگری هم که باز تاکید کرده، کارت کناریشه که گفته باید برای مدتی، برای آرامشتون، برای حال خوبتون کار رو کنار بذارید. این کارت میگه که نگران نباشید، نگران اون چیزی که در قبالش مسئولیت دارید. شما آدمی هستید که مسئولیت زیادی چه در حیطه کاری چه در حیطه عاطفی یا خانوادگیتون حس میکنید، اما نگران نباشید. داره بهتون توصیه میکنه که به خدا بسپارید و خودتون رو رها کنید. یک مدتی هر چند که براتون سخته خودتون رو تسلیم کنید. ببینید که چقدر آرامش، خنده، خوشحالی در زندگی شما عزیزان موج میزنه. همه چیز رو اینقدر توی زندگی جدی نگیرید که شما رو داره از پا در میاره. دوست عزیزم، میگه کمی نیاز داری توی زندگیت که خوشحالی، شادی و خنده داشته باشی تا بتونی با دید تازه‌ای به اون مسئله‌ای که توی زندگیت خیلی ذهنت رو مشغول کرده برگردی. شما نیاز به رفرش شدن ذهنت داری، رفرش شدن زندگیت داری و اینطور با خوشحالی هایی که برای خودت ایجاد میکنی. همونطور که بهت گفتم، اگر یک مسافرت بری به جایی که دریا داره، طبیعت داره، جایی که دلت رو شاد میکنه و کمی خودت رو از قید و بند زندگی روزمره رها بکنی، از قید و بند روابط عاطفی خسته کننده رها بکنی، مطمئن باش که با انرژی مضاعف و بهتر اون رو ادامه خواهی داد. خداوند کنار تو هست، داره بهت توصیه میکنه که خداوند ناظر همه چیز هست. پس نگران نباش و به راحت ادامه بده و خوشحالی رو در زندگی خودت پیش بیار. دوست عزیز، میگه که خورشید زندگی هر روز غروب میکنه و دوباره یک طلوع دیگه اتفاق میفته. اگر چیزی رو از دست دادی توی زندگیت که انقدر داری قصه‌شو میخوری، به هم ریختگی داری براش، نگران نباش. سعی کن رهاشی، از قید و بندش رهاشو تا کائنات راه درست رو پیش پای شما بذاره. دوست عزیزم، داره میگه که اگر که هر غروبی که ایجاد میشه نگران نباش که بعد از اون حتما فردا دوباره خورشید طلوع میکنه و اینکه پایان ها برای تو شروع یک چیز تازه است، شروع یک چیز بهتره، یک شروع تازه است، یک طلوع تازه است و اینکه داره بهت میگه که ما در هر مرحله کنار شما هستیم. یعنی کائنات و خداوند در هر مرحله. یعنی میگه اگر هر اتفاقی در زندگیت افتاده باعث دلنگرانی، ناراحتی شما شده، نگران نباش. اینجاست که خدا کنارت هست و در به قول معروف میگه گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری. پس این نگرانی ها رو سعی کن دوست من از خودت دور بکنی. امیدوارم که این فال به شما لذت داده باشه، پیام هاتون رو ازش دریافت کرده باشید. تا یه کمی سکوت هست من فوری با شما صحبت کنم. عزیزای دلم، برای دریافت انرژی های عالی این فال فراموش نکنید حتما ویدیوها رو ببینید، لایک بکنید، کامنت بذارید، هر چند تا که میتونید، هر چقدر که میتونید کامنت بذارید و بنویسید جمله تأکیدی مثبت، اونچه که در دلتون میگذره بنویسید و یا اینکه بنویسید من آماده دریافت بهترین ها هستم و از جانب خداوند و کائنات مطمئنم که درهای رحمت به روی من باز شده و بهترین ها سهم من خواهد بود. هر چه که توی دلتون میگذره رو بنویسید و سعی کنید که اونقدر بنویسید تا این باور در شما ایجاد بشه. دوست عزیزم، در آخر برای شما عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودی دعا میکنم که تمام انرژی هام رو قرار میدم که انشاءالله
خداوند ما، خداوند بزرگ و فرشتگان و کائنات همه به درخواست‌های شما عزیزانم آمین بگن و بهترین ها رو برای شما بزرگواران رقم بزنن. خداوندا از صمیم قلب و با تمام انرژی هام از تو خواهانم که عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودن رو بهترین ها رو نصیبشون کنی، درهای رحمتت رو به روی عزیزانم باز کنی و هر آن چیزی که به خیر و صلاحشون هست ازت طلب دارن انشاءالله با ظرف کائنات، با ظرف مثبت کائنات در زندگیشون و سر راهشون قرار بدی. آمین. دوستتون دارم عزیزان دلم، امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود گلهای من.